دارید خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. آقا اومدیم امروز بریم یه سری سورایول، یه سری هاردکور شروع کنیم که توش بریم دراگون رو بزنیم، همه کار خفن بکنیم. آره دیگه، بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو خیلی خفن. لیتس گو. اوکی میز از چوب بکنیم تو بایوم خیلی بدی هم اسپان شدیم اسم میکنم. بریم بکنیم کنده کاری کنیم. چهار تا به من بده. بریم تولزامون رو درست کنیم که بریم نزن.
پشم ندارم. پشم زیاد جمع کنم. 60 تا پشم میخوام برش 20 تا تخت. یه فارم من از شما درست کنم. خب ما نیاز به 2 تا از اینا داریم. 2 جفتشون میذاریم. هر کدوم هم یه دونه آیرون میذاریم بپزه. میذاریم میپزه که بریم شیلد باش درست کنیم که دستمون خالی نباشه و ردیف باشست. با بقیه چوبام یه دونه چست درست میکنیم. بله از این برای ما، این هم برای ما. اوکی. اینا اینطوری میکنید، اینا میذارید اینجا و یک عدد شیلد مامان برای خودمون درست میکنیم و بقیه رو تبدیل به چست میکنیم. یه دونه چست بیشتر نشد که ردیفه که وسایل خودمون رو داخلش بگذاریم. چقدر 20 شوگر کنیم؟ 27. اوکی. اینو تبدیل کنم بگم یه استیک کاغذ در بیاد برام. اوکی. خب ما الان 20 و 45 چیز داریم. میتونیم 5 6 بذاریم اینجا، 40 تاشو بپزیم که ما نیاز به یه دونه اسموکر داریم. بذار اینو بزنم دستم. الان میریم اونجا شتک میشیم. یه آبم بریم برداریم. Wait a minute. اوکی رسید. پشمام. اکن 1 2 3 4 5 6. خب اینا رو جمع میکنیم که بریم داخل اینجا. یه دونم چیز اینجاست. اوکی. برای خودمون یه دونم چوب اینجا داریم. خب بریم ما یه اسموکر درست کنیم که اینو بپزیم و بخوریم. آره فنکس بالایی هم برمیدارم چون که رو مخمه. اوکی let's go baby let's go. خیلی جلو افتادیم. ما خود خداییم. ما مثل خداییم. ما خود خداییم. ما مثل خداییم. 12 تا رو میذاریم اینجا و 40 تا از اینا میذاریم بپزه که غذای ما هم ردیف شه. بیبی تولد بیبی. خب اوکی. تختمون رو میخوام مثل این لاکچریا ببرم روی سقف بذارم. کی میخواد با من حرف بزنه؟ hell no. و من جونم فکر کنم پر باشه. آره بابا الان مردیم که چی میخواد بشه؟ hell no. خدا میمردم اصلا خوب میشد. او شد. کلریک داری برو بمیر بابا پلشت. اوکی let's go. تو بالا اینجا وسایلمون رو میذاریم. یه دونه آهن داریم. بریم بعد 2 تا دیگه آهن جمع کنیم که بتونیم کارهای دیگه‌مون رو انجام بدیم که اوکی باشه. اینجا از اینا برمی‌داریم. اینا نمیدونم چیه. اینا همه رو میذاریم اینجا. تورچ داریم و اینا. قرار بریم استریپ ماینینگ کنیم داخل قسمت این قسمت. یه ذرهش اینجا انجام میدیم، یه ذرهش قسمت بعدی. ما اینقدر برمی‌داریم و میریم داخل قار که استریپ ماینینگ کنیم. یه قار تو ارتفاع کنم چیز بس باشه دیگه. وایسو. آیرون میخوایم ما. آیرون بسیار زیاد و فراوان. امرالد. اوکی. کلنگشون. آیرون. به 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 14 تا آیرون چی برنامه‌ریزی میتونیم بکنیم. یه کلنگ آیرونی که میشه 14 تا داریم که میشه 11 تا برامون میمونه. 11 تا 8 رو میدیم چست پلیت. من ریاضیم ضعیف. 3 تا دیگه میمونه. 3 تا دیگه رو میتونیم بدیم یه دونه کلنگی یا یه دونه دوباره کلنگ یا تبر یکی از این دو. شاید 2 تا کلنگ روسی کردم نمیدونم. کاش ولی اینا بازم ادغام کنن از اینا که اوکی. آهن چرا قطع شد؟ هی اوکی بیبی. این 2 تای دیگه هم بپس. 15 تا الان ما از این چیزا داریم که اسمشون رو نمیدونیم چی. آیرون بود. خب اینا رو میذاریم اینجا. خب ما وسایلمون رو بذار درست کنم. همین 2 تا استیک رو میخوام که زیادم درست نکنم چون که پدرمون دمه خودم.
مرسی که این ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب چنل فراموش نشه. این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و من قراره برم آف کامرا یه 7 تا برای شلوار میخوایم، یه 11 تا، من یه 16 تا دیگه قراره برم آیرن جمع کنم. حالا بیشتر کمتر اینا فرق نمیکنه که جمع کردم و اینا دیگه ویدیو نمیگیرم چون که الان همینطوری ویدیو خیلی طولانی شده. و مرسی که این ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی عشق منید. فعلا بای بای.